در عین ناباوری ما دیدیم که هستی داره در مورد لباس عوض کردن و بیرون رفتن حرف میزنه. هستی داره میگه که میخوام برم بیرون و تدی شروع کرد دنبال هستی راه افتادن. هستی به صورت نمایشی کارایی انجام داد که عکس العملاشو ببینیم. هستی اون کارو بکن. تدی رو نمیبریم بیرون. تدی برو تو آشپزخونه. تدی باید بری تو آشپزخونه. نمیتونم تو رو ببرم. نه بیا برو تو آشپزخونه. وای خدای من. وای داره ازش درخواست میکنه که منو ببر. تدی تو نمیتونم ببرم آخه بیرون. تدی لباس بیرون نپوشیدم. نمیبرم تدی رو بیرون. میدوه از هر جا هست میره دم در وای. نمیبرم. وای خدای من. هستی لباستو بگیر دسته شروع کن مثلا عوض کردن لباست. من چجوری عوض کنم نه مثلا بعد حالا لباسامو میپوشم که برم. تمام حواسش به دم دره. جالبه وقتی من صداش میکنم چه سری میاد پیشم. حالا ببینیم میاد. تدی بیا پیش من. تدی برو اینو 1 2 3 خدافظ. وای خدای من لایو ببینم اذیتش نکن. اینو بیار 1 2 3 وای یعنی از لحظه که فهمیده هستی میخواد بره بیرون یا چسبیده به پاهای هستی یا میره میشینه کنار در اینجوری خودش قفل میکنه به در که مبادا جا بمونه. بعد همیشه نسبت به صدا کردن من حساسیت داشت و میدوید میومد اهمیتی نمیده توجه نمیکنه. تدی مامان پاشو بیا اینجا پیشم. بیا قربونت بشم بیا. تدی بیا مامان بیا پیش من. اصلا خدایا چقدر آخه تو موچ کردنی. تدی دوست دارم اون چشمای دکمه ایت خیلی دوست دارم. اما مدت تدی دنبال هستیه. خدایا جلوتر از اون میدوه. وای خدایا تدی از چشم انتظاری خودشو کشت. تدی حداقل دیگه نگام که بکن. تدی تازه صداش میکنه میگه چرا نمیای. تحملش هم تموم شده. فکر کرده که من بغلش کردم که نذارم با هستی بره و داره تو بغل من بیقراره. تدی باشی